اومدیم پیتزا درست کنیم. دین 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 دین. خب برای پیتزا چی احتیاج داریم؟ از این نون خوشگل نه یه چیز قشنگا. از این نون توست هم میشه جاش استفاده کرد. پنیر موزارلا یا پیتزا. این پنیر رو من اصلا تا حالا ندیده بودم. متحر بیا اسپانسر هم شد لطفا. فلفل، پودر سیر، آویشن، قالچ، سوسیس همش گوشته و یه سری فلفل زلمه‌ای که اصلا دوده برم قالچ رو بشوره. خب یه قابلمه الو پپه‌ای گذاشتم تا این سینی مان بیاد بالا. چاقو نو چاقو یس با چاقو میشه کارهای خوبی مثل آشپزی کرد. دارم سوسیس میبردن ما رو بند نکنن. سوسیس آقایسی چاقو دوم اش بردن. چاقو بهتریه نسبت به چاقو اول. جمال یادتونه قرار جمال دو هم بدم. جمال یک، جمال دو. جمال دیگه من کلا آشپزی رو دوست دارم. دلیل خاصی هم نداره که دوست دارم، چون دوست دارم. آره بعد جز این که آشپزی رو دوست دارم کلا خیلی چیزا بلدم مثل سبزی پلو بامایا. بعد آشپزی رو کلا دوست دارم. الان میبینی یه سس آقاشو تا میکنه که هم سس بسته بودن وا نمیشدن. خب بریم. قالچا رو خورد کردم، یعنی بابا و تاها خورد کردن. بریم سراغ فلفل زلمه‌ای. خب نون پیتزامون رو آوردیم. به نظرم بریزیم لاشو بخور. بیمزه بود. من دیدم اینجوری سس ایتالیایی ها میریزن. نه شما نمیبینیم، من میبینم فقط. دایره حالا اینجوری با یک قاشق خیلی خوشگل دوست داشته این نه اینجوری سس رو میبریم. من بدم اینا رو اول چیز کنم بمالم. خب من نصرتم پنیر. خب الان وقتشه روی پیتزامون فلفل زلمه‌ای به 3 رنگ متفاوت، قرمز، سبز، نارنجی، چون نارنجی رنگ عشقه. واقعا چیزایی که میگم خودم نمیفهمم. واقعا عجیبه، عجیب کاریه. به قول اون آقا سرآشپزه که میاد و میگه عجیب کاریه میره. قالچ میدید. قالچ به هر شکلی بخواین داری. گونده باشه، کوچیک باشه، گونده تر باشه، کوچیک‌تر باشه، گونده تر باشه. دارم در مورد گونده بودن و گونده نبودن دوستان عزیزی که این ویدیو رو تماشا میکنید اگر گشنتون شده به من ربطی نداره. میگیری؟ دوستان عزیزی که من الان بیریم سمت گاز. زیباست گاز. این پیتزای تاهاست. این پیتزای تاها میره توی فیلم‌های هواپز خودمون. خب میذاریم روی درجه 200. آقاه گفته بود 8 دقیقه. نیم بقیه درست کنیم. استوب. پیزایی شد. یک نخور. 10 هستم.